با سلام خدمت همراهان مجموعه مبتکراندیشان. در این جلسه قصد داریم در مورد مزایای کد 2020 مطالبی رو خدمت شما دوستان عرض کنیم. سانسپیگرین 2020 محصول تولیدی مجموعه مبتکراندیشان با حلالیت بسیار بالا و کاربردهای عمومی در مزارع و باغات به قصد این تولید شده تا کشاورزان محترم به راحتی بتونن در مزارع و باغات در مراحل رشد رویشی از این محصول استفاده کنند. از مزایای این محصول استفاده از مواد درجه 1 و مواد اولیه با حلالیت بالا و pH اسیدی باعث شده که در خاک‌های کشور ما به راحتی قابل جذب باشه و باعث افزایش عملکرد بالای محصولات زراعی و باغی بشه. از سایر مزایای این محصول میشه به تنوع در بسته‌بندی اون اشاره کرد که خرده مالکان هم میتونن از بسته‌بندی‌های کوچکتر استفاده کنن، گلخانه داران یا افرادی که جهت استفاده‌های زینتی میخوان از اون استفاده کنن. مزیت دیگه این کود استفاده از کلات‌های آهن، روی، مس، منگنز و منیزیم هست که ارزش این محصول رو چند برابر می‌کنه. میزان دوز مصرفی این محصول 15 تا 30 کیلوگرم در هکتار است. چه در محصولات زراعی و چه در محصولات باغی هم میتونیم از طریق آبیاری و هم از طریق محلول پاشی برگی این محصول رو استفاده کنیم. کارشناسان و استفاده کنندگان از این کود توصیه میکنند که در کلیه مراحل رشد از جمله مراحل اولیه رشد که رشد رویشی رو شامل میشه حتما از این کود استفاده کنید. بالانس ویژه‌ای که در این کود به کار رفته به باغداران و زارعین کمک میکنه تا در مراحل اولیه رشد محصولشون باروری خوب و افزایش سطح سبزینگی رو به همراه داشته باشه. لذا کارشناسان توصیه میکنند در مراحل اولیه رشد حتما از این کود استفاده کنید.